نمونه. توی این دوره آموزشی در مورد تمرینات و تکنیک‌های زیادی حرف زدیم. حالا میخوام این تمرینات و تکنیک‌ها رو توی زندگی واقعی بهتون نشون بدم. بذارید به چند تا از جلسات تمرینی نگاه کنیم و توجه کنید که چطور تغییرات کوچیک میتونن به برقراری ارتباط با اطمینان بیشتر کمک کنن. خب جاش شروع کن. باشه. خب چیزی که میخوام امروز در موردش صحبت کنم، نقشم به عنوان تهیه کننده محتوای آموزشیه. یکی از کارهایی که انجام میدم اینه که با پروفسورهای خوب تو سراسر کشور کار میکنم و ازشون میخوام که با هم همکاری کنن. بهشون کمک میکنم که محتوای آموزشی رو که میخوان گسترش بدن. خیلی از اونا توی کلاس درس میدادن و تو سرتاسر کشور صحبت میکردن و حالا من میخوام که از محتوای آموزشیشون برای تدریس به روش متفاوت‌تری، یعنی به صورت ویدیویی یا شنیداری استفاده کنم. بعد از این کار یه دوره آموزشی رو طراحی می‌کنیم. یکی از کارهایی که انجام میدیم اینه که کارهای بعد از تهیه دوره رو مدیریت می‌کنیم. مثلا مطالب رو ویرایش می‌کنیم. چیزی که نوشتیم رو با چیزی که واقعاً از آب در میاد مطابقت میدیم و در نهایت محصول رو تولید می‌کنیم. حالا دوره آموزشی رو دوباره مرور و آزمایش می‌کنیم و مطمئن میشیم که کاملاً حاضره و منتشرش می‌کنیم. مطالبی رو که گفتم یکم نقش منو به عنوان تهیه کننده توضیح میده. جاش خوب بود. خیلی طبیعی سخنرانی کردی. میخوام روی یه سری نکات بیشتر تلاش کنی. یکم سری صحبت میکنی. میخوام آرومتر حرف بزنی. وقتی دستمو اینطوری بالا بردم به این معنیه که نباید حرف بزنی و وقتی دستمو اینجوری کردم به این معنیه که اجازه داری حرف بزنی. چیزی که دنبالشم مکسای طبیعیه توی جملاته. مثلا صبح همگی بخیر، اسم من جاش میشله. امروز باشه، ممکنه برای چند لحظه اول احساس راحتی نکنی، ممکنه یکم اذیت بشی، اما سعی کن صبور باشی. باشه؟ خوبه. خب نفس بکش و شروع کن. اسم من جاش میشله و به عنوان تهیه کننده کار میکنم. من با نویسنده‌های عالی از سرتاسر کشور کار میکنم و ازشون میخوام که بیان و محتوای درسیشون رو به صورت ویدئویی آموزشی بدن. خب اول باهاشون قرار میذارم و میبینمشون تا در مورد دوره آموزشی با هم حرف بزنیم و در مورد زمان فیلمبرداری صحبت میکنیم. بعدش وقتی محتوایی که میخوان آموزش بدن یا نکاتی رو که میخوان بعداً اضافه کنم مینویسن و به من میدن. من این برگه‌ها رو میگیرم و مرورشون میکنم. بعد تصمیم میگیرم که به درد فرمت ویدئویی میخورن یا نه. خیلی خوب بود. متوجه تغییر شدی؟ هنوزم جا داری که آرومتر صحبت کنی. با آروم حرف زدن میتونی شمرده ترم حرف بزنی. بیا یه کار دیگه بکنیم. کن که حروف صدادار رو توی هر کلمه یکم بکشی. ممکنه به نظرت عجیب بیاد و اگه به نظر منم خیلی عجیب اومد بهت میگم. وقتی حروف صدادار رو یکم میکشی باعث میشه که هر کلمه رو آرومتر بگی. پس اگه دیدی این کارو کردم یعنی باید حروف صدادار رو بکشی. البته این علامت هم نشون میدم که نشون دهنده مکس کردنه. اسم من جف آنسله و امروز میخوام درباره برقراری ارتباط با اعتماد به نفس حرف بزنم. حروف صدادار رو آروم کشیدم. خیلی خوب. هر وقت حاضر شدی شروع کن. اسم من جاش میشله و میخوام در مورد نقشی که به عنوان تهیه کننده دارم حرف بزنم. من تهیه کننده محتوای آموزشی هستم. من با پروفسورها و استادانی از سرتاسر کشور کار میکنم و ازشون میخوام که محتوای آموزشیشون رو به من نشون بدن تا اون رو در قالب ویدئو در بیارم. من این کار رو با محتوایی که قبلا نوشتن انجام میدم. منظورم چیزاییه که قبلا درس دادن و دانش کافی در مورد اون دارن. خب بیشتر مسئولیت من اینه که برگه ها رو میگیرم و اونا رو بر اساس فرمت ویدئویی منظم میکنم. این همون چیزی که شما میخواین. عالیه. میخوام یه تمرین دیگه انجام بدی. خوبه. میخوام که یکم حالت صورتتو با محتوایی که داری میگی مطابقت بدی. اینطوری صورتت پیامی که میخوای بدی رو بهتر منعکس میکنه. بهترین راه برای انجام این کار استفاده از چشم هاست. من خبرهای خوبی دارم. من خبرهای ناامید کننده ای دارم. بهتره که حالت صورتتو بیشتر کنی. اگه این کار بتونی بکنی عالی میشه، چون با این کار میتونی هر بار یه پیامو به شنونده منتقل کنی. خب حالا روی حالت صورت.
یکی از چالش‌های آموزشی امروز در مورد افرادی که توانایی پرداخت هزینه‌های زیاد مؤسسات رو ندارن. هزینه‌ای که باید پرداخت شه و پولی که باید قرض گرفته شه واقعاً میتونه چالش بزرگی برای یه فرد جوان که تازه مدرسه رو تموم کرده باشه، چون باید تا سالها پولی که قرض گرفته رو پس بده و بعضیاشون نمیتونن هیچ وقت حسابشون رو صاف کنن و این نگرانی اصلی مردمه. همچنین این نگرانی بزرگیه که امروز تو سیستم آموزشی وجود داره. جاش عالی بود. ممنون از خیلی شما، خواهش ممنون. می‌کنم. سخنرانی عالی بود. ممنون.